بعد جوجه میخوایم یه دسر خوشمزه بخوریم. خواهر من همه اینجا فدات بشم همشون قربون. امروز یه نظری کوچیک داشتیم، همه بچه ها اینجا هستن. هم یه شوربه براشون درست کنم انشالله که خوششون بیاد، دست همشون درد نکنه. که برنجمون آماده است. اینم میخواییم سوپ خامه‌ای درست کنیم واسه شام. دست همه تون درد نکنه. مرسی. اینم آقا بهرامه که تو تعطیلات شدی، از تعطیلات لذت میبری؟ چرا میبری؟ همه با هم خیلی هم مرسی. اینم آقا محمد گل. سلام. هممون حیات ویلایی آقا جون هستیم. اینا شکل‌های گیلاسه. واقعا هوا امسال خیلی خوبه اینجا. آقا رامین گل فداشون بشم من. مرسی. من مثل چیز موری فتیر باشه. خوشم. مهدی خوبی؟ خوبم. جای همتون خالیه واقعا. خسته نباشی آقا احسان. احسانم تدارک ناهار رو میبینه، دستش درد نکنه. اینم آقا مهدی گلمون، داداش بزرگه. به بچه هوایی باز نمیذاره در رو ببندم. یاتار توفان یاتار یاتماس رختور پرچمه. خوبی؟ عالی خدا رو شکر. بابا میخوام نون داداش کوچولی منه، خوشگل من. قربون فالوورای خواهرم بشم. فدات بشم. فالوورای خواهر من همه اینجا فدات بشم من. همشون قربونت برم. فالوورای خواهرم خیلی دوستتون دارم. چیزی بدی نگفت. گفت کجا میبری اونو؟ داریم میدیم همسایه آخه دست در نکنه. قربونت برم. آبلمان اوکی میکنه با کردم الان اینا زود میپذه ببرم اکنون؟ آره بیرون یه دور بپذه نمیخوایم بزنم. یک کلی بدم سینی بیا آره اون رو هم اون دیسا رو بده. سفره رو باز کنیم یا هنوز زوده؟ لقبا تز دادن بسته؟ زود عزیزم 10 دقیقه یه رب زمان بدید باش. تبلا یوتیوب یوتیوب بله. هنوز خمیره خیلی مونده. با آرد سبوسدار و زعفران فکر کنم. آره مماقات کردی؟ آره. دستتون در سیگار چرخ اینم داره یه نونه کوچولی درست میکنه. دیگه نکش. گفت نکش. خب پیجه من دارم یادم سیگار یادم دیگه من بیاد بنده دیگه من چی نفتشه برو کردن نترکه خیلی خوشمزه. دستتون در نکنه. زهرای گلم داره کمک میکنه. الین جون تو چی کار میکنی؟ ساله اینها رو آماده کردم. اینم پیازه که واسه طعم دهنده برای مرغ زده بودم. الان با کره میخوام اینا رو قشنگ سرخش کنم. خیلی خوشمزه میشه برای جوجه. سامیار سام عزیزم سلام. چیکار داری میکنی؟ نشستی سر سفره؟ عزیزم
با اون شکمتون رو سیر کردین که شماها. عزیزم این نمیشه گذاشت. آره واقعا نمیشه گذاشت. دست مادر درد نکنه. مرسی که اومدی، مرسی که هممون کنار همین. انشالله که همیشه خوش باشین کنار خانواده، بچه ها، زنت. شما خواهر عزیزم فدات بشم من، قربونت بشم. فدات بشم. زهرا و بلا هم در حال کمک کردن به زنداییاش هستن. دستشون درد نکنه. الان میاره. سلام فالوورای عزیزمون. فالوورای آبجی. مرسی که همتون هستین. مرسی. روز شباب. آقا یه تیکه نون بیار تو رو خدا. سوق نون لواش بیار. بیار. اون دونه خطی. بابا دیدم. به خدا نخوردم. بستنی کجا بود؟ دیدم برات میخرم اگه دستم بود. بذار من بشینم اینجا. آقا خب احمد تا به ما می‌بینین. اینجا رو بگیر، اینجا رو بگیر. بعد جوجه میخوایم اینو بخوریم. من خودم دستم بعد جوجه میخوایم این دسر خوشمزه بخوریم. ماما جونم داره انباری رو تمیز میکنه. دستش درد نکنه هی ما خرابکاری کنیم. آقا جونم اینجاها رو جمع میکنه. بچه ها میریزن. گرده هایی واسه زمستون. پاچیدیم چی بود دادید پاچیدیم چه ترکیبی ما چیدیم چی خیلی اوزاخیته چیلیم پاچیدیم چی بود دادید پاچیدیم چه ترکیبی ما چیدیم چی. این نون محلی میشسته با پنیرای محلی. یا سامیار احمد میفته. بیا تو سرطان بیا تو چی؟ برا نکن بیا تو بخور استخونا رو میخوره سامیا تو میشه دست بزن سامیا داده باشا میخوره داده میخوره نازش کن سامیا دومشو بگیر سامیا دومشو بگیر من داره خالت دومشو یا خیلی دومشو بگیرم دومشو بگیر سامیا در دوای داشت نیسته برو نزن نه داره نازه بهش بدم برو نازش کن سامی نزن. سامیا sen går om poşla. Senin skatma. Burada dırnağına düz. بچه هاشو کارت بازی میده. Bu da okuyayı. Babel Murat. Babel.
اول برد اول برد. آره برای این خوشگلا میخوام شعله زرد درست کنم. نه دیگه اینو نکش. برای این خوشگلا میخوام چی درست کنم؟ چی دوست داری درست کنم برا؟ شعله زرد. باید داد بشه الان اسب بگیرم. درست میکنم بیزنیم سرد بشه صبح بخوریم. یا تبریزش خب. توتون. وایسته بابا. خب خانمای محترم الان همه چی آماده است. احمد جون این آش نظریه که واسه شما گفته بودم. خدا رو شکر ایشالله که همیشه خوش باشید. انشالله شفای همه مریضای کل دنیا، ایشالله ایشالله. مسلمون و شیعه و سنی و مسیحی و زرتشتی و هر جا که هستن. ایشالله ایشالله عزیزم ایشالله. برو درسته. فاطمه جان ایشالله. شاید کشتر اینو برداری آره. نه بریز زنفرانشو بریز. ببین یه هم بزن ببین چجوریه. انشالله که سلامتی باشه تندرستی باشه. یکم سفرتون پر برکت باشه. ایشالله. دستو بده. دستو بده. دست به خاک بزنی طلا بشه. همچنین خواهر گلم. میخوای یه ذره هم بریزیم زعفران کافیه. این دستم بده. خب بس. مرسی فاطمه جون. ای باره. تا یو خودو. بچه ها منتظره شعله زرد هستن تو حیاط. مریض میشه. آره الی جون بداد بشم من. شعله زردمون آماده شد. دست فاطمه جونم درد نکنه. زحمتشو میکشن تا بکشن. بچه هم دارن مافیا بازی میکنن. اولین بار اینطوری نشستیم. ما مگه الان نشستیم؟ ما یه ساعت اینجا نشسته بودیم. اینا بیشید و اینا بیشید من یاورم. شعله زردامون هم آماده شد. بریم که سرد بشه و دارچیناشونو بزنیم. گل سرخ دار. خوشمزه بود الی؟ آره؟ دست نزد دست خوردی؟ خوشمزه بود امه؟ به من نگاه خوشمزه بود؟ بگو امه دست درد نکنه. قربونش بشم. بای بای.